ای کاش و ای کاش در شهرها و در استانهای کشورمون ما محسن جلالپورهای زیادی داشته باشیم. ای کاش به شخصیت‌ها تکثیر بشن در مملکت، کسانی که در کنار کار اقتصادی کلان کار فرهنگی ارزشمند هم می‌کنند. این شعر رو برای قربانیان بم گفته بودم من تقریبا 8-10 روز بعد از زلزله، به واسطه اینکه من دخترم یلدا خانم که اینجاست متولد 4 دیه، اولین سال تولدش ما جشن گرفتیم، فردای اتفاق افتاد. ما روز 40م قربانیان اومدیم با گروهی از فعالان بم و اصلا ویران شدیم. این رو من پارسال قرار بخونم اینجا که نشد، میخونم چون وسط فیلم بغض کردم و به آقای خانساری و خانمشون عرض کردم من یاد اون روزها افتادم که اینجا قدم میزدم توی بم. شکافت فرق زمین و سپید دم لرزید، چه شد مگر که ستونهای کاخ غم لرزید؟ مگر که مرثیه‌ای سر کند هزاران بند، خبر رسید به کاشان و محتشم لرزید. خبر چون نامه به بال کبوتران آویخت، سحر به سوی خراسان شد و حرم لرزید. 40 ستون دل اصفهان ترک برداشت، شنید چون که در آن سو ارگ بم لرزید. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، کنون که خط فرودین جام جم لرزید. قلم به کار تغزل به دست شاعر بود، غزل به رنگ مصیبت شد و قلم لرزید. چنان که لرزه بر اندام آسمان افتاد، سرم تنم بدنم دامنم دلم لرزید. از این مصیبت تنها شما نلرزیدید، فلک به جان عزیزانتان قسم لرزید. دلم خراب خرابات نغمه بمیت، به زیر خاک چه خواندی که زیر و بم لرزید. تمام نشریه ها صبحشم به لرزیدند. تو زلزله جمعه بود، تیتر همه روزنامه‌های صبح شنبه بود دیگه میشه شده. تمام نشریه ها صبحشم به لرزیدند. خبر درشت و کوتاه بود، بم لرزید.